برو باقالی‌های بسته خیلی خوشمزه، یه باقالی‌های بازار خیلی خوشمزه. حالا رمز رادش نمیدونم چیه که اینقدر خوش‌طعم و خوشمزه. در خدمت آقا فراهانی هستیم. گلپر نمک فلفل قرمز. آقا فراهانی خیلی مرد با محبت و مشریه. چند سال الان تو چارسومون که خیلی دوستش دارم. خب آقا فراهانی برامون تعریف کن چند ساله چرخ باقالی داری؟ 25 ساله. از جوانی و ایران دوست داشتی که؟ نه شغلم چیز دیگه بود. چه کاری داشتی؟ من دوشکار 32 بودم. دوشکار 32. خب چی شد که اون وقت تو کار باقالی اینا شدی؟ اومدم علاقه داشتم، دوست داشتم آمده کنم. خیلی هم خوبه. لبو اینا چی؟ اونم تجربه کردی؟ نه من لبو نه. راز خوشمزه این باقالی‌ها چیه که تو خونه اینجوری قشنگ نرم و خوشمزه در نمیاد؟ خونه کمه بیرون ما زیاد پخته میکنیم، بیشتر پخته میکنیم، بردش بهتره. خونه کم پخته. جوانیات خودت مثلا باقالی اینا میگرفتی از چند اینا بخوری؟ بچه که بودی جوان بودی؟ بله آخیش فکرشو میکردی که خودت هم مثلا یه رسولی شوق بزنی؟ نه به هیچ فکرشو روزگار هم. خب آقا فرانی اگه یه آرزویی بخوای بکنی چه آرزوییه؟ چه آرزوی قشنگی تو دلت باشه؟ ما دیگه آرزویی نشده. چرا قربون برم آرزویش موقع تمام شدنی نیست. 65 خدا عمری بهت بده انشالله. چه سالی ازدواج کردی؟ خب سربازی نکنه سربازی من قطعم کوتاه بود. مثل مامان معاف شد بهتر 2 سال داری عقب گرد ما خیلی دوست داشتم پلیس بشم. من محمدمون اینا قبول نکردم. پلیسی خیلی دوست داشتم پلیس بشم. آقا فراهانی حرف آخر یه کاسب خوب چه کاسبیه؟ به کی میگن کاسب خوب؟ کاسب باید خوش اخلاق باشه، برخوردش خوب باشه، با مردم سازگار باشه، ناراحت نشه، نشه یه موقعی جنسی خرید یا پسند نکرد یا بلاد اجازت نواز دید تصور میرسید. آقا فرانی براتون آرزوی سلامتی میکنم. انشالله که تن سالم داشته باشی، همیشه تو کار تو کسب موفق باشی. چون که عزیز من برو این اسلام چه خبره؟